های گایز خوش اومدید به چنل حسین ماهی. امروز اومدیم به 5 تا از رفیقام زنگ بزنم که به هم مجازات بدن و ببینیم چه مجازات هایی میدن. بزن بریم اولیشو. بچه‌ها اولین نفر میخوایم به هادی زنگ بزنیم و بگیم چه مجازاتی بهمون. 2000 years later. کجایی جیگر؟ دوره بعد یه مجازاتی بهم بده سر ویدیو یوتیوبی. مجازات؟ آره. برو یه منتوز با یه نوشابه با هم بخور. حله بزن بریم. خب بچه‌ها مجازاتی که هادی بهمون داد یه ممتوز با نوشابه بود که من بکنم تو دهنم. بریم. ما وسایل خریدیم بریم که بزنیمش. خب بچه ها مجازات هادی این بود که من ممتوز رو بندازم تو نوشابه و بکنم دهن. های دهن بریم بندازم. بدبخت هادی. یکی بندازم؟ نمیدونم. 5 تا وای چه دهنه بابا مگه چیه؟ هیچی نشد. بخوره حسین بخورش همین. خب بچه ها من مجازات اول انجام دارم بریم که 4 تای بعدی رو انجام بدیم. نخوردی حسین؟ بزنیم به فرشاد. حسین نخوردی حسین؟ خوردم بابا تو دهنم کردم گفته بود تو دهنم منم تو دهنم کردم. بریم ببینیم تو دهن کردی. بچه ها نفر دوم فرشاده. میخوایم زنگ بزنیم به فرشاد ببینیم چه مجازاتی بهمون میده. بزن بریم. حسین 2000 years later. سلام عزیزم. سلام. کجایی؟ دوره بعد همه تون دوره بری چی شد؟ میگم من همش یه جا هستن. ویدیو یوتیوب میگیرم یه مجازات بهم بدید. مجازات برو تو فسفودی خب بگو یه قرمه سبزی میخوام. جواب پس یه قرمه سبزی داریم. دهنه تو گاگیدم فرشاد خداحافظ. قرمه سبزی. خب بچه ها فرشاد بهمون مجازات قرمه سبزی رو داد که بریم تو فسفودی بگیم قرمه سبزی داری یا نه. واقعا حسین رود میشه مگه تصویر قرمه سبزی داری؟ نه واقعا داره نکن چرا میدی. بریم. خب بچه ها من دارم میرم تو فسفودی. واقعا روم نمیشه اینو بگم. بریم ببینیم چی. سلام خوبی؟ قرمه سبزی تو هست؟ اینه؟ مرسی. بچه ها ما میخوایم زنگ بزنیم به امیر و ببینیم چه مجازاتی به همون میده. بزن بره. دارم میزنم بره. زدیه؟ خوب 7 تا 11. خاله مشکل نداره که. کجایی جیگر؟ الو کجایی؟ خونه. میگم وسط ویدیو یوتیوب هم یه مجازات بهم بگو. چی شد؟
وسط ویدیو یوتیوب هم یه مجازات بهم بده، یه چالشی، یه مجازاتی چیزی. صدا برسه. چی بگم خب یه چیزی بگو دیگه. آخه چی به ذهنم بگم. خب یه چیزی بگو. خوب بگیر بگو. تو نمیخوام میخواد صداشو بشه. بگو. زود باش. زنگ بزنم به یکی از بهترین رفیقات بهش بگو میخوام باهات قطع رابطه کنم. حله. بزن بریم. خداحافظ. خب بچه‌ها، من به مجازاتی که امیر بهم داد میخوام به محمد، یکی از بهترین دوستام، زنگ بزنم و بهش بگم میخوام قطع ارتباط کنم. کرم ندید. پشت سرم دارن کرم میدن. نکن. بابا این 24. الو. بده. کجایی عزیزم؟ خونه. اصلا باهات حال نمی‌کنم، میدونی؟ واقعا فکر نمی‌کردم همچین آدمی باشی. چرا جیشه؟ خاک تو سر من که هنوزم بهت میگم عزیزم، چه جور روز شد بری پشت سر من بد بگی. چی گفت؟ بعد گفتی پشت سر از من پیش یکی از رفیقام مشترکمون. من چیزی نگفت. خدا شاهد اصلا با حال نمی‌کنم، میخوام قطع ارتباط کنم با. چرا حرف زدی دیگه ما؟ من میفهمم که دوباره ویدیو داره میگیری. دهن سرویس به این ایدهش گفته بودن. میگن یه مجازاتی بهم بده. صدا یه بلندتر. مجازات خوب آسون. چی؟ سس فلفل چقدر؟ یه لیوان باید بخوری. نصف لیوان. نه باید بخوری. نصف لیوان. یه لیوان کامل. نصف لیوان. یه لیوان. نصف لیوان. حل. کمتر از نصف لیوان. اوکی حل. بزن بریم. بچه‌ها من اومدم واسه مجازاتی که محمد بهم داد سس فلفل بخرم. یه نیازی به نصفی اینو میخورم، یه نیازی به لیوان یه بار مصرف هم نیست بخرم، همین اوکیه. بزن بریم. خب بچه ها میخوایم مجازات محمد رو بریم. گفت نصف کمتر لیوان یه لیوان کامل بخور. همدانیان آره. خب من میخوام اینو برم به سلامتی خودتون. دهنت کن. تنش باید. یه بار دیگه. حال نمیدم.